5 و 20 دقیقه است و من این هفته واقعا وقت نکردم که تولید محتوا انجام بدم. به قدری سرم شلوغه، به قدری وقت کم میارم که فقط امروز گفتم که توی این تایم کوتاهی که دارم بیام با تو یکم صحبت کنم راجع به آدم‌های سمی اطرافمون و اینکه چطوری از این آدما دوری کنیم. یکم حالم خوب نبود حقیقتاً. بعد یکم که با خودم فکر کردم دیدم که ما اصلا نمیتونیم از این آدمای سمی دوری کنیم. واقعا نمیشه. ببین فکر کن این آدم‌های سمی که داریم راجبش صحبت میکنیم، حال ما رو بد میکنن، احساسمون رو پایین میارن و به همون حس ناکافی بودن میدن. این آدم‌ها عزیزترین شخص زندگیمونن. این آدم‌ها کسایی هستن که از اونها نزدیکتر به ما فکر نمی‌کنم کسی باشه، مثل مادر، مثل پدر، مثل همسر. ما از آدمایی که باهاشون کمتر در ارتباطیم دلخور نمیشیم. شاید یه موقع حرفی بزنن، یک لحظه حسمون رو بیارن پایین و خب یادمون میره. ما دقیقاً از کسایی خیلی ناراحت میشیم که احساس میکنیم از اونا عزیزتر برای ما وجود نداره. سوال اینه که ما چطوری از این آدما دور بشیم. من نمیخوام آقا ببینمش، حالم بد میشه، حالمو بد میکنه، به هم حس ناکافی بودن میده. خبر بد اینه که هر چقدر تلاش کنی نمیتونی ازش دور بشی. ببین نمیخوام روانشناسی زرد برات بکنم. شاید قبلا به این نتیجه رسیده بودم که میگفتم اگر اذیتت میکنه هر کسی هست ولش کن و دور شو ازش، رهاش کن. اما وقتی که یکم بیشتر پیش رفتم دیدم واقعا نمیشه. ما این آدم‌ها رو مجبوریم به خاطر اون رابطه عمیق عاطفی که با هم داریم، به خاطر اون احساسی که به هم داریم، مجبوریم اون قسمت بد ماجرا رو هم یکم تحمل کنیم. حالا چطوری تحمل کنیم؟ من به یه روش جدیدی از این قضیه رسیدم، اینکه مراقبه میکنم، اینکه مدیتیشن میکنم، حواسمو پرت میکنم، مینویسم، مشغول یه کاری میشم. بعضی وقتا با خودم نشخوار فکری دارم، نمیگم ندارم. اعصابم به هم میریزه، احساسم پایین میاد، ولی این دلیل بر این نیست که نتونم اون قضیه رو ببخشم. اصلاً یکی از دلایل اصلی و عمده‌ای که ما توی زندگیمون به جلو حرکت نمی‌کنیم، در جا میزنیم یا بعضاً به عقب میریم، اینه که ما نمیتونیم ببخشیم. اون بخشش درونمون فعال نیست. احساس میکنیم که من الان دیگه از این آدم متنفرم، حالمو بد میکنه، نمیخوام هیچ وقت ببینمش. به یه مطالعاتی که این اخیراً داشتم متوجه شدم و واقعا این نکته رو نمیدونستم. بخش مالی ما یا همون چاکرای اصلی و ریشه ما که منبع مالی و امور دنیایی ما رو تشکیل میده و اوکیش میکنه، بستگی به بسنده به اون مادر داره. اگر ما همیشه از مادر خودمون دلخور باشیم، حالمون رو بد کرده باشه، به همون احساس ناکافی بودن داده باشه و ما ازش کینه به دل گرفتیم، نمیتونیم ببخشیمش، حالمون باهاش خوب نیست. اکثر آدم ها با این قضیه مشکل دارن. یعنی تا اونجایی که من دیدم، شنیدم، بیشتر تروماهای آدم ها از مادرشون و پدرشون و بعد حالا درجه های بعدی خواهر، برادر، همسر، خانواده همسر و غیره. اما مادر، اگر ما نتونیم مادر رو ببخشیم، احساس بخشش نسبت بهش نداشته باشیم، چون اونم نمیخواسته به بچهش آسیب برسونه دیگه، اون هم ناآگاه
بوده. اون هم واقعا نمیدونسته که داره الان به بچهش آسیب میرسونده. بعضی اوقات بعضی از دلسوزی های بیجای مادرانه باعث میشه که تو از مادر دلخور بشی و اون اصلا ندونه. میگه من چی کار کردم مگه؟ راست میگه، به نظر خودش کاری نکرده ولی بدترین تروما رو به تو داده. اینجا اگر ما به این آگاهی برسیم و بتونیم ببخشیمش، خیلی از مسائل مالی که بعضا داخلش گیر میافتیم هم حل میشه. از زمانی که یادم میاد رو تقریبا میشه گفت من درگیر بخشش مادر عزیزم بودم. مادری که خب خیلی زحمت میکشه، یک مادریه که فداکاری‌های بسیار داره و سعی میکنه که همه چیز برای فرزندش فراهم کنه. اما خب یه سری خصلت‌هایی هم داره که اونو تبدیل به یه آدم خودخواه میکنه، تبدیل به یک والد کنترلگر میکنه. زمانی که درک کردم که باید ببخشم، رها کنم و ازش کینه نداشته باشم، چیزهایی بود که گاهن اعصاب منو به هم میریخت و نگرانی عمدم هم این بود چرا باید وقتی کنارشم باهاش حالم خوب نباشه. و خب خیلی هم این بود که میخواستم ازش دور باشم و خب یه جوری فراری بودم دیگه. یعنی فکر کن آدم ها اولین چیزی که بهش فکر میکنن استقلاله. استقلال چیه به نظر خودشون؟ این که از خانوادم دور بشم، از اون جو سنگینی که مدام داره منو کنترل میکنه. ناهار تو خوردی، کلاس تو رفتی، درس تو خوندی، این کارو کردی، اون کارو کردی، دور بشم و خودمو خلاص کنم. وقتی که به این باور رسیدم که من نمیتونم از اون محیطی که باعث شده رنجش بگیرم، حالمو بد کنه، دور بشم به یک دلیل، به این باور رسیده بودم که باید یک مسئله رو درون خودم حلش کنم. به این باور رسیده بودم که من اگر توی این شرایط مدام دارم گیر میافتم و این چرخه ادامه داره و داره حال منو بد و بدتر میکنه، یک دلیلی داره. من باید به یک حدی از خودشناسی و آشنایی با درون خودم برسم که بتونم این تروما رو برای همیشه حلش کنم. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدی حتما لایک کن و سابسکرایب هم کن که منو گم نکنی، چون اینجا قراره با همدیگه به احساس درونی خوبی برسیم که همیشه به دنبالش بودیم، اما نه درون خودمون، بیرون از خودمون. مطمئن باش که قراره احساس خوب واقعی رو تجربه کنی و حال دلت خوب و عالی بشه. زمانی که من با مراقبه بخشش روبرو شدم و فهمیدم که اگر بتونم ببخشم شاید بتونم خلاص بشم. واقعا برام سخت‌ترین و چالش برانگیزترین قسمت مراقبه‌ای که انجام میدادم بخشش بود. نمیتونستم ببخشم، گیر میافتادم. مراقبه‌ای که باید توی 5 شب انجام میدادم، من به فاصله 2 هفته درگیر بودم تا تونستم تموم کنم. زمانی که تموم شد یه نفس راحت کشیدم. همش مراقبم به هم میریخت، همش احساساتم برمیگشت، حالم بدتر میشد، دلخوری هام بیشتر میشد و خب من تو پروسه درمان بودم، میدونی، تو پروسه درمان بودم و خودم خبر نداشتم. فکر میکردم که داره حال منو بدتر میکنه، داره احساسات من رو خرابتر میکنه، در حالی که داشت منو قوی‌تر و آماده تر میکرد برای اینکه بتونم راحت تر ببخشم. و شب آخری که داشتم مراقبه انجام میدادم، درونم خالی بود از هر احساس کینه و نفرتی که
30 سال با خودم حمل کردم. بعد از اینکه تونستم ببخشم یه مسئله دلخوری برام پیش اومد. بعد یکم با خودم فکر کردم، گفتم که اوکی، طبیعیه، این چیزا پیش میاد و شاید هیچ کسی منظور خاصی نداشته باشه از اینکه بخواد کسی رو دلخور کنه. هر کسی داره اون احساسهای منفی درون خودش رو بیان میکنه بدون اینکه بدون ممکنه این احساس که داره الان بیان میشه میتونه حال طرف مقابلش رو بد کنه، باعث دلخوری و ناراحتیش بشه. همه اینا رو گفتم که به یک چیزی برسم و اون این بود که اگر دنبال این هستی که از آدم‌هایی که حالتو بد میکنن دور بشی، مطمئن باش چرخه کائنات داره تو رو میچرخونه و دوباره مداوما تو رو توی اون قسمتی که حالت رو بد میکنه قرار میده تا بهت یه چیز رو بفهمونه و اون اینه که تو باید اون رو بپذیری. وقتی به پذیرش برسی میتونی درمان بشی، حالت خوب میشه، احساس درونی یه چیز ناگفتنی میشه. و اگر تا الان نتونستی ببخشی کسی رو که تو رو آزار بده، حالا هر شخصی ممکنه باشه، برای من بزرگترین چالشم مادرم بود که بسیار دوستش دارم و خب مدام با حرفاش ناراحتم میکرد، چون خیرخواهی بودا، خیلی وقتا خیرخواهی بود، اما اون خیرخواهی داشت منو آزار میداد. من این همه سال تلاش کردم تا تونستم به این درک برسم که باید ببخشم، رها کنم، نه به خاطر شخص خاصی، به خاطر خودم، چون عزیزترین شخص توی زندگی هر آدمی خود شخصه. از قدیم گفتن اونی که همیشه باهاته پاهاته. فکر کنم همه حرفا رو گفته باشم و فقط میخواستم که این احساس رو باهات به اشتراک بذارم و بهت بگم که فرار کردن هیچ چیزی رو حل نمیکنه، نه در مورد بخشش بلکه در هر جای زندگی که احساس کردی گیر افتادی، ببین که چه چیزی داره باعث میشه که این اتفاق و این چرخه مداوما تکرار بشه تا تو یاد بگیری، بپذیری، آگاهیشو به دست بیاری و بتونی رها کنی. وقتی که رها کردن رو یاد بگیریم، خیلی از مشکلات، مسائل و چیزهایی که برامون چالش‌های بزرگی رو به وجود آوردن قطعاً حل میشه. خیلی دوستتون دارم، واقعا میگم عاشقتونم. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون با حال خوب، احساس و انرژی عالی و نور به راهتون.